پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند هر وقت که مسلمانی از خانه خارج شد، از خانه خودش خارج شد، این 4 تا کلمه رو گفت، خداوند 4 چیز بهش میده. فقط 4 تا کلمه: بسم الله، توکلت علی الله، لا حول ولا قوة الا بالله. 3 تا کلمه: بسم الله، توکلت علی الله، لا حول ولا قوة الا بالله. 3 تا جمله. وقتی که از خانه خارج شدید، اول روز میخواید از خانه خارج بشید، برگشتی به خانه دوباره میخواید از خانه خارج بشید، این دعای خروج از خانه است. بسم الله. کل برکت های اون روزی که توزیع میشود تو از آن خودت میکنید، چون پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند هر کار مهم مسلمان که با بسم الله شروع نشود، اون عملش و اون کارش مبتوره، منقطع هست، به ثمر نمیرسه، به بار نمی نشیند. انسان برای چه از خانه خارج می شود؟ برای که امرار معاش بکند، برای که کسب علم بکند، برای که خود توانمند بسازد، برای که مشکلی از مشکلات زندگیش حل بکند، نه برای اینکه از خانه بیرون می رود که معصیت خدا بکند و با کوله‌باری از گناه به خانه بر بگردد و در برنامه هاش ناکام بماند. بسم الله، توکلت علی الله، اعتمادم و توکلم بر حل مشکلاتم فقط خداست، دل به خدا سپردم. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگر میفرمایند اگر شما بر خدا توکل بکنید، حق توکل، حق توکلی که دچار تردد نشید، خداوند همونطوری که پرنده گنجش صبح با شکم خالی مثال میزنه به امر مخصوص برای تقریب ذهنی که لمس بکنه قضیه رو، میگه همونطوری که گنجشکی از لانهش صبح زود با شکم خالی بچه هاش رها میکنه، بچه هاش همه منقاراشون باز کردن، دهانشون باز کردن، همینجور سر صدا میدهن، این پرنده با شکم خالی میره آخر وقت با شکم پر برای خودش و گنجشکاش و اولادش با شکم پر برمیگردد. میگه شما اگر حق توکل بر خدا بکنید، وقتی که از خانه خارج میشید، حق توکل، بسم الله توکلت علی الله، خداوند همونطوری که این گنجشک و شکمش سیر میکنه و با شکم خالی میره و شکم پر برای خودش و جوجه هاش برمیگرده، شما هم همینطور روزی میدهد. لا حول ولا قوة الا بالله که گفتم کنز من کنوز الجنه، گنجی از گنجهای بهشته. هم بسم الله با برکت میکنه، هم توکلت علی الله تو رو تقویت میکنه، هم چه اصلا ربط بین این 3 تا جمله با هم، بسم الله با برکت ساختن، خاتمه به خیر شدن، به هدف رسیدن، کارو به اتمام رسوندن. حدیث پیغمبر نباید شک بکنیم توش. ما مسلمان داریم صحبت میکنیم در ماه رمضان در خانه خدا، با مسلمانی که معتقد داریم صحبت میکنیم. کسی که معتقد نیست این حرفا براش دروغه. این حرفا براش چه؟ میگه من لیسانس اقتصاد دارم، بیزنس خوندم. بابا این حرفا چیه؟ اگر بیزنس خوندی چرا دروغ میگی؟ چرا کلاه سر مردم میذارید؟ تو که لیسانس و دکترای تجارت و اقتصاد هستید، چرا کلاه سر مردم میذارید؟ ها پس باز این که جزء هنره، جزء علم اقتصاد نیست دروغ، کلاهبرداری. بعضی موقع همین زلزله واقعا برکته. میدونی چرا برکته؟ زلزله میاد کلاهبرداری پیمانکارا رو و خیلی از مهندسین رو و خیلی از معمارا و بناها رو چه برملا میکنه. میلیون ها هزینه کردن، تازه تصفیه کردن، کلید تحویل دادن، زلزله میشه. مشخص میشه که فقط ماسه خالی منهای سیمان تو این ساختمان به کار بردن. بسم الله عملو به آخر میرسانی.
عملت به اتمام میرسه. توکلت علی الله، خدایا همه چیز تویید، من که از خانه خارج میشم لا حول لی ولا قوه الا بک، همه چیز تویید، من نه حرکتی دارم نه توانی دارم، حرکت تو در من ایجاد کردی، قدرتم تو در من. معنی لا حول ولا قوه الا بالله اینه. حول یعنی حرکت، قوت یعنی نیرو و توان. من و تو نه حرکتی داریم نه قوتی داریم، مگر حرکت و قوتی که الله در ما ایجاد کرده باشه. نتیجه چی میشه؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند یه فرشته میاد در گوشت میگه هدایت شدی، خوب بشماریدش، کفایت شدی، حفاظت شدی، شیطان از تو دور شد. هدایت شدی، کفایت شدی، حفاظت شدی، شیطان از تو دور شد. تا گفتی بسم الله شیطان دور میشه، تا گفتی توکلت علی الله کفایت شدی. درسته؟ و من یتوکل علی الله فهو حسبه، کافیشه. هدایت شدی. هدایت شدی یعنی چی؟ یعنی این جملاتی که گفتی عین هدایته. اگر توکلت به زور بازوت باشه، باور کن با زور بازوت از خانه در میری، هنوز تو کوچه نرفتی، یک شکم درد میاد تو شکمت، یه پیچی شکمت میگیری برمیگردی بخونه، کارت ناتمام. نمیشه به زور بازو، به زرنگیت. خیلی زرنگتر از من و تو هستن ولی برکت از زندگیشون رفته، شکر از زندگیشون رفته، امنیت و آرامش از زندگیشون رفته. اونقدر دارن و اونقدر اینها ناامن و مضطرب و پریشان و ناشکرن که هیچ موقع کلمه شکر به دهنشون نمیاد. گاز صندوقا پره، 10 تا بانک حساب پر دارن، تا دلت بخواد مغازه و تجارت و فلان و بیلدینگ و، ولی یک بار نمیگی خدایا شکر و سپاست میگویم بر این همه نعمت ها. هیچ موقع هم نداره، هیچ موقع هم نداره. و اما به نعمت ربک فحدث هذا من فضل ربی. اگر کسی بهت گفت ماشین خوبی دارید، او هذا من فضل ربی. اولاد خوبی دارید، هذا من فضل ربی. زندگی موفقی داری، هذا من فضل ربی. فضل خدای منه، فضل پروردگار منه. من چی دارم از خودم؟ عنایت پروردگاره. این جمله تو نگاه کن، هر چی دارم از خدا دارم. و اما به نعمت ربک فحدث. هر نعمتی داری فریاد بزن، این نعمت مال خداست، خدا داده. بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. هدایت شدی، کفایت شدی، حفاظت شدی، شیطان از تو دور شد. برید تو درس اذکار بخونید، تو کتاب‌های اذکار فضیلت این ذکر رو این 4 چیز گفتن.